بردم باید تو هم باشی که اگه خودکشی شد دیگه یک جای ما تو بریم. این دیگه شما غار نشین، برای شما خوبه، ای برای شما برای دختر میکنیم دیگه. شما باز اگه خریدار شدیم و جرامت خیلی شما میکنیم. ما خب همین نیت آمدیم. سلام دوستا، خدا کنه که جور و صحتمند باشین. خوش آمدین به چینل هرات پارادیس. من در سرک اسلام قلعه هستم، قوه 4 زریدار، که اینجا به چی آمدیم و به گزارش گرفتن چی آمدیم. این سونا جان برتان میگه. من هم سلامات تقدیم میکنم. انشالله هر جای هستین صحتمند و سرحال باشین. امروز قسمی که سومان جان برتان گفت آمدیم به دنیای موتر و تصمیم داریم به دفتر یک موتر بگیریم. یک ما جور میایم مدلش یا سر قیمت اینا شیخ باز میبینیم و تا اینکه مسئول این نفر پیدا میکنیم که مصاحبه همراهی بکنه و درباره موتر مقبول معلومات بدن. شما یک تصویر از اینجا داشته باشین. بله، با ما میریم به موتر فروشی نثار احمد شریفی و درباره موترها معلومات بتن، یک معرفی داشته باشن، دارن موتر بخرن. این برنامه را حتما بیننده باشن که درباره قیمت ها و مدل ها اینا همه شما معلومات مدل سالا میخوایم براتون معرفی کنیم. بله، پس تا آخر برنامه را بیننده باشین. خب دوستان، ما مسئول این موتر فروشی که براتون گفتیم نثار احمد شریفی اینجا با خود داریم. همراه برادر ما صحبت می داشته باشیم. سلام برادر، خوب هستید؟ سلام علیکم خدمت شما و بینندگان عزیز شما. بنده نثار احمد شریفی، مالک موتر فروشی شریفی. بسیار خوب، خوش شدیم. میشه درباره سرمایه تان بگین که چقدر سرمایه گذاری کردین، چقدر سرمایه دارین؟ تنها خود سرمایه خود ما شخصی خونی از اینو خود میفهمیم که سرمایه زیاده اینجی از دوستایی که پیش ما موتر فروشی میکنن، از اونام هسته و از تاجرام هسته. ما 4 شرکت تجارتی عمده داریم که از جمله شرکت فیصل فاضل، شرکت ایجوبه دیگه، نوی جان نوریه، آقای قلمی دیگه، چند شرکت های عمده به اینجا موتر فروشی میکنن. بسیار خوب. خب این از کدام کمپانی ها وارد افغانستان میشه؟ از کمپانی های بیشتر که هست از تویوتا ژاپن که ما از خود آمریکا وارد میکنیم. از آمریکا وارد میکنیم، از دبی وارد میکنیم، از کانادا هست، از جرمنی وارد میکنیم که موتور فول داره، از چندین کشوره. کدام کشور براتون اقتصادی تر میفته؟ خب موتورایی که ما از چی وارد میکنیم؟ از آمریکا وارد میکنیم، چون با کرایه باز از آمریکا کاست کرایه زیادتره. از آمریکا بیشتر به حساب میصرفه که از اونجا وارد میکنیم. از جرمنی هم خوب موتور فولدر جرمنی اونام بعد میاد. کدام کمپانی ها مشهور است؟ مشهور خو اگر به حساب کیفیت نگاه کنید که بنز به حساب کیفیت. او از کدام کشور میاد؟ او از جرمنی، از آلمان. ولی دیگه باز از این موتورای تویوتا فروشاته که به افغانستان هست، موتورای تویوتا، مارک تویوتا که داره، از جمله لندکروزر دیگه، فورنرای 2015 16 تا 23، فورنرای کورولا 2018 تا 23 و همین موتورای. خب میشه درباره این موتر معلومات بتین، یک معرفی کنین؟ این موتر آیلکس 2023 خود داریم، تا 0 کیلومتر هم موتر داریم. خب این موتر 2016 آیلکس 2016. خب میشه بریم داخلشان ببینیم و از داخلشان به ما یک معرفی داریم. بیادر میشه درباره این موتر یکم معلومات بتین که از کدام کمپانی هست، از کدام کشور وارد میشه، قیمتش چند است؟ این فورنر 2016 از کشور آمریکا وارد میشه که ساخت ژاپن و فرمایش آمریکاه. ساخت ژاپن و فرمایش آمریکای فورنر 2016 دیگه. اینو مشخصاتی که داره هر کدوم به یک مشخصات فروخته میشه. این موتر که از لیمیتد میگن، لیمیتد 3 سیت داخل زرد، فول آپشن میگن، یعنی آپشن از این بالاه. آپشن بالاه قیمت از این حدوداً 30 لک افغانیه. 30 لک. خب میریم داخلش، میریم ببینیم که چی مشخصات داره. این دوست همون اگر موتر لمونیم یاد گرفتیم. باقی یاد ندارم، فکر کنم سومان جان اگه یاد داشته باشه. خب دوستا بیاین ببینیم داخلت بی بیادر ما کجاشون یک معلومات اگه طرف بیاین شما بشین یک معلومات درباره ازی بتین که اتومات هست، گیر هست.
خیلی موتر مقبول هم هست ولی فکر کنم به دختر خانم این رقم موتر هست من جان جالب نمیباشه باید پرسان میکنم یاد بیدر خود در بازی کم معلومات بتون که این موتر که هست به افغانستان هیچی نچریده نوارد ما به سای موتوری که هر چی به می موتور فروشی به می قوی 4 که هست این منطقه که هست هر چی موتر هست نوارده موتر چریده افغانستان نداریم خیلی کمه یعنی 5% اگر باشه این موتر به افغانستان هیچی نچریده 2016 3 ست میگنید داخل کریمیه همی ستی که کریمیه دیگه فول آپشن کمک از برقیه به فینگر روشن میشه به کلی روشن نمیشه به شخص فقط ریموتی داره نزدیک از که دروازه رو میکنی خود دروازه قوا میکنه دروازه این دیگه دوست به زودی هم برده نمیتونه نه این موتر چون ریموت از پیش شمونه به هیچ وجه که برگ با جام ببره که موتر خاموش کنه دیگه روشن نمیشه تا ریموت نباشه خب فروشات از این موتر چه رقم است؟ فروشات از این موتر فعلا فروشات همین موتورها خوبه بالایه ها موتور از این ماشینا رو میخرن چون نتیجه خوبه داده بله خب باز تیل ایناش تیل دیگه خود 6 سلندری 6 سلندره موتر تیل مصرف خوبه خیلی هم نیه اوسطی مثل معتدله خیلی زیاد نیه خال تیل دار که روشن کنیم آها چرا نداره باشه میون کلیر بیارم ببینیم یک مقصد اگه کدام چیز شد دیگه کلیر بیا اگه موترتان کدام ضربه‌ای داره رانندگی میکنیم و گردن خودتان خسارات چون ما یاد نداریم باشه که کلیر بیاره روشن کنم شما فشار درست برای گرفتی فشار روشن این فعلا موتر روشنه ماشین وقتی خاموش میکنیم از طریق ازی که فنگر چی کنیم موتور خاموش میشه شما فشار دیم حالا خاموش میشه بس انا بازی فشار پس روشن اون چی کنه مثلا دو دفعه فشار ده صحیح یک دفعه فشار ده خب فهمو بریک بگیرین اون بریک زیر پا خو بگیر اون فشار ده اه نه فعلا یار کم نشانه نه نمیتونی چه من صورت دیگه می موتر داره این جای مثلا یک شی چیزی که می‌خوانیم داخل از میتونه که ما شما چی کنیم یخچال نه این فقط جای چیزی که بذارین و یخچال نیست یخچال بود لانکروزر یخچال داره لکسس یخچال داره اینا فرونر نداره به دختران خوب است این رقم موترها که چرا نه دیگه برای خانم‌ها است دختران زیادتر خوب میگه یا ای که بچه‌ها این برای بچه‌ها شیوتره ولی این سه تا خور سردم میکنه گرمم میکنه شما پشت شما حالا چی کنین پشت سر شما گرم کردن نیست سرد او سرد میکنه دیگه این موتور آپشن از این بالاه یعنی فول آپشن میگیم دیگه سیتی کریمیه سیت داخل همین فقط دیگه آپشنی که داره از سیستمی هم از روی اشترینگ بسیار اتومات است یا که گیر اتومات است اتومات است اینو عموما هر چی که است 100% اتومات گیر نه اتومات راحت تر است از گیر اتومات راحت تر طبعا اتومات موتور راحت ساخته ولی بسیار عالی می‌بینیم دیگه موترها رو می‌بینیم این موتر من را خوش کردیم که بگیریم یعنی این موتر نه خوش نکردیم خب میریم مدلای باز بدن مدلای سال می‌بینیم مدلای جدید که وارد شده خب دوستا در اینجا که می‌بینیم موترهای سیاه و سفید زیادتر هست بیادر جان چون از موترهای سیاه و سفید در هر موتر فروشی می‌بینیم سیاه و سفید زیادتر هست موتورهای سفید که عموما به افغانستان سفید بیشتر است چون خاکه هر روز موتور سیاه یا موتور رنگه شوشتن کار داره سفید که است به افغانستان سفید بیشتر چون بعد از اون سیاهه قیمتاش باز به رنگ سفید اوله بعد قیمتی فرق میکنه موتور سیاه باز دومه اینجا یک موتر دیگه هم میبینیم درباره دیگه کم معلومات بتین این موتر به نام دورج مدل 2016 قیمت ها هزینه که است حدوداً خونای اشلگ افغانی افغانی به قیمت های به حساب $10,000 به حساب دلار 10,000 به حساب افغانی اشلگ از کدام کشوری این از آمریکا آمده من موترک شیپش خوشم آمد این زیادتر خوب میگه بر دخترها یا که
دخترام از این خانم میتونن این دیگه شما غار نشین، برای شما خوبه، ای برای شما برای دختر برای بچه خوب نیست. برای از اون خوب تو برای بچه برای دخترها چی داره. به این موتر مالی هم شما میتین؟ بله چرا نمیدیم. ما خو از امروزی که داخل میشه از گمرک اسلام قلعه که میای این شروع میشه میای به گمرک. ما تقریبا همین هفته پیش از 3 موتر ما 45 لک افغانی تحویل کردیم. 45 لک ولی 4 موتر البته. لکزیزی بود 2018 19 لک افغانی تحویل کردم. یک 2018 بود. دوران 2009 بود. هر کدوم 8.5 لک تقریبا 18. پرسای از مثلا خراب شو اینا باز پیدا میشه بعد موتر فکر کنم استثنا از کمر اینا باز پرزی از این موتر کمه. پرزی از این موتر کمتره. موتر توییتایی که به شما پیشتر نشون دادیم فورنرا اونا پرزی از اونا زیاده. پرزی به خاطری که طبعا که اینا رو خوش میکنن به خاطر همون که پرزی از زیاده. موتر هم دارین که پرزیش پیدا نشه طبعا همین موتر دوج خیلی سوان از کمی یافته. قیمت هم هست من قیمت یا به اون خاطر قیمت موتر پایینه بالایه. سامان پرزی بالا. داخل از این را میبینیم یک معرفی از داخل از این می‌داشته باشیم. این موتر سامانجان میره دیگه. بله. خب دیگه می‌خوایم که برادر ما در کنار ما باشه که بسیار خوب. خب درباره سیستمایش بگین با ما یکم. این سیستم از این فول آپشنه. آپشن می درج بالایه. مثل فورنر پیشتر که نشون دادم آپشن از این همگی به سیستمه. فنگر روشن میشه ولی اتومات هست. این 2 دروازه میه. این 4 دروازه نداره 2 دروازه داره. این بسیار مثل موتورای فراری بری گفته میشه که سرعتش خیلی بالاه. سرعتش خیلی بالا. رانندگی از چقدر وقت طول میکشه که یاد بگیری؟ یاد گرفتن از زود میشه اگر شما میتونین که مثلا به یک روز هم اگه استفاده شما باشین ولی خب اگه کسی گفتی یگان تا میفتن اگه جرأتش باشه. اگه جرأت داشته باشیم خود زود یاد میگیریم. به صرف نصف روز هم یاد میگیریم شما. این چند سلندر است؟ این 8 سلندره. این یخچال نداره. این نه یخچال نداره. این جای چیش است. قیمت از این چند؟ قیمت از این حدوداً $10,000 است. بله. بیشتر یک اشاره داشتین که گفتین 8 لک افغانی. 8 لک همون $10,000 افغانی و 8 لک افغانی میشه. قیمتش اگه ما بخوایم بخریم جور بیاین چقدر تا چی اندازه جور میایین امرای ما؟ شما جورما باز ما بفهمم که خریدار باشیم آخر شما جور میایین. بسیار خوب. بسیار عالی. خب خودت چطور خوش کردی این موتور؟ این موتور بالا این پشت سر کم بیشتر کم سخت‌تر است. پشت سر شما تو بالا شدی کم اون طرف چوکی کردن که من شدم پشت سر. آها دیگه با شیشتن خودت مشکل از دی. خب بعد تیل چقدر مثل دیگه موتور؟ این تیل از این مصرف از بالایه. مصرف بالایه. این موتور اگر به سیستم سواریشه زیاد تل نمیخوره. فشار که هرچی ماشین میدیم فشار تل زیادتر میخوره. هرچی که فشار زیادتر به حساب اما اکسلیتر فشار میدیم زیادتر تل میخوره. اگر نرمال بره فکر کن نصفه میشه تلی. یعنی موضوع فرق نمیشه ولی نظر به این که چقدر خب من احساس مقصد تلش متوجه زیاد میخوره. نه با نرمال میریم. برادر نرمال میریم. فشار نه زیاده. بله فشار زیاده. خب بریم دوستا از این موتر دیدین برتان گفتن خصوصیاتش هم. خب مالیات از این چقدر است؟ مسئول از این تقریبا $10,000 هست. مسئول از این 1 کیلیه مسئول نشده. بله. بسیار خوب. میریم دیگه موترها را میبینیم و معرفی ها میداشته باشیم. خب آمدیم داخل موتر لکسس که درباره از این یک معرفی بر ما میتن که این چه قسم آپشنش است؟ سلام خدمت شما. این لکسس 8 سیلندر مدل 2015 ولی شیپی 2020 آپشن لکسس
از لنکروزر هم بالاه چون مشکوله داره. اینا مشکوله اینه، یعنی چی میکنی میای پایین میره بالا، یعنی به یک جایی که مثلا از یک جای ما تیر شیم اگر پخش باشه میتونیم که یعنی تقریبا 30 سان 40 سان میای بالا میای، یعنی بالا میکنه. به اون خاطر آپشن لکسس از لنکروزر خیلی بالاتره. این مقاومتش گفتین هم قسم که گفتین مقاومتش بالاست دیگه، تا سر کوه میتونه بالا شه. بله میتونه. این خواهی سلنده قویه دیگه، ماشین از های سلنده اتومات هم هست، کمک داره. آپشن از سیستم روشنایی تمام از به فینگر روشن میشه، سست هست، داخلی کریمی هست، یخچال خورداره، تمام آپشن خودگی پره. آپشن از این یعنی یا کولر اول فال شو یخچالی ولی یخ شروع میکنیم. قیمت از این لکسس چقدر میاد؟ قیمت از این حدوداً $45,000، یعنی تقریبا به حساب افغانی 40 لک افغانی تقریبا است. مالیات از این باز چقدر است؟ 16 لک افغانی به حساب مالیات از اینه. 16 لک حساب دو. تنها چی از اینه؟ محصول از اینه که باز از این میتونن که ما جواز سیر بگیریم. جواز سیر که بگیریم باز 1 لک افغانی جواز سیر از این مصرف داره. شارولی داره، مستوفیت داره، ترافیک داره، همینا همه تحویل میکنه. این قیمی که میگن -6 و -5 اینا چیه هست؟ نو پلیته، هر چی که پلیت بالا باشه بسیار مردم بیشتر خوش میکنن. نو پلیت -6 که هست 35,000 فعلا به شماره 35 رسیده. اگر به -5 باشه همین ماشین اگه -5 باشه تقریبا $5,000-6,000 قیمتش پایین تره. به خاطر میگن که یعنی بچلیده. صرف به خاطر که شماره پلیت پایین میشه یعنی میگم این بچلیده. خب امسال از لکسس چقدر فروشات داشتین؟ فروشات لکسس همیال هم خوبه. چند وقت پیش که دوشتیم هرچی که متفروشی بود اونو فروخته شد. فعلا چند تا دیگه با گمرک بود مسئول کردیم بیرون کردیم اونجا استاده تا باز کمی کارای داره، پالششه شوشتنشه باز بیار استاد کنیم برای فروشی. تا بشم تو نه دیگه اگه بردم باید تو هم باشی که اگه خودکشی شد دیگه یک جای ما تو بریم. یاد است ما دراب نکردیم. خب خیر باز یک روز دیگه باز مختصر میایم یاد میگیریم. ما خدمت شما نه باز یک روز مختصر که آمدیم باز برادر ما بر ما یاد بودن که میشه و همراه ما باشن. امروز خودم ما خدمت شما خب اینا که سرشان پوشیدنی است آیا دفته و نمیپوسه رنگ از یا؟ دیگه ما یک سیستمی هست که ما این متفروشایی که اینجا قرار داریم همه کراییه. ما به تیمی چند وقت به پشت از زمینیم که زمین برای متفروشا خریداری کنیم. پیش از عید ما گپ زدیم به این طرف از قوی 4 یک زمینی پیدا کردیم تقریبا 300 جریبه همون رو پیدا کردیم برای متفروشا. وقتی که زمین خود ما بخریم باز هر چقدر مصرف کنیم میتونیم. من چند روز میخواستم که از این قسمت تو آخر بپوشونم، یعنی سایه اون جور کنم. خب باز برای زمین شخصی کس دیگه نمیشه مصرف کنیم. زمین از خودم که باشه مصرف هم کنیم. همینجا ما زیاد مصرف کنیم. از روز اول کامل ما 15 سال میشه اینجا. 15 سال میشه. خب متفروشای ما خودتان از کدام موتور استفاده میکنید؟ ما هر روز یک ماشین، هر روز دل میشه یک موتور سوار میشین. ولی باز مدل دلخواهتان کدام است؟ ما این موتورای فورنر بیشتر دوست دارم چون همین فورنر رو بیشتر دوست دارم. تفاوت داره می لکسس و بنز موتورای بنز پخش سواری و خیلی سواری خوبی داره. خب افغانستان چون سامانی و کمتر و سرک زیادی تا سرک‌های چینو داریم. بنز کمک چیه موتورای بلند به افغانستان بیشتر چی میشه. ولی فروشات موتور امسال چی رقم است؟ ما خو کار ما موتورای دست افغانستانه، دست قانونی مالی خور میدیم، مسئول میکنیم. ما بیشتر به شما گفتم که حدوداً 45 لک به 4 موتور ما تحویل کردیم به امارات. کار ما کم چی شده موتورای دست پاکستان. دست پاکستان کم کار ما کمتر کرده. اونا خو مسئول از اونا هست 12,000 افغانی هر تون 4,000 یا 5,000 تحویل میکنم. هر سلنده یا 5,000 افغانی تحویل میکنم. مثلا 4 سلند باشه 20,000 افغانی. ما موتور ما هر موتور $10,000 مثلا 8 لک افغانی، 10 لک افغانی تا 20 لک تا 35 لک مسئول تحویل میکنیم. تا 35 لک
خودم ماشین تقریبا 14 15 لک مسئولینه. ها. خب میریم این موتر لند کروزر بود. بله. ایران میبینیم بفرمایید. یک معرفی کنین برام. بفرمایید. آها. آها. خب یک معرفی از این لند کروزر رو می داشته باشیم. لند کروزر 2015 آیسلند جی اکساره. ها نوارد چلیگ افغانستانیه. ها. بسیار عالی. این گفتین یخچال داره. بله این یخچال از این. بله یخچال نه. ها یخچال هم داره، اتومات هم هست، آیسلند. دیگه ماشینای خیلی خوبه. حساب سواری از اینو خیلی بالاه. بعد از لکسس لند کروزر. ها لکسس. اول لکسس آپشن لکسس بالاتر است. خب بسیار خوب. خب بریم هم تو لکسس ها می‌بینیم. کلورا هست که اینجا این موتور خیلی خوش آمدی. اگر سمنجان رادی بود این موتور یک دان می‌بریم. خب بیان درباره این موتور این کرولا 2017 فول آپشن نیمه آپشن گفته میشه. این فینگر راست سندروف داره. باز سیتی که به برق باشه اون فول آپشن میگن. این حالا نیمه آپشنه. آپشن از نیمه، یعنی فول آپشن هم داره، نیمه هم داره. فول آپشنش 2000 چند است؟ همو 2017 همو 15 16 17 همون چی داره؟ فول آپشن هم داره، نیمه آپشن هم داره. این یک از تال نیمه آپشنه. به فینگر روشن میشه، سندروف خورداره. این چت که وا میشه دیگه. فقط یک سیت برق بس پیش میشه. اما سیت برقی نیه. سیت گرم کنم داره. سیتی همون که فول آپشن میشه گرم کنم داره. اصلا کمپانی این از بازم از تویوتا کمپانی تویوتا کرولا از ژاپن، فرمایش آمریکاه. فرمایش آمریکاه. قیمت چنده؟ قیمت از حدوداً 14 نیم لک افغانی است. به حساب دلار 16000 دلار. خب اما تو میریم موتر مدل سال هم میبینیم که مدل امسال چه قسم مدل آمده. خب امسال چقدر سرمایه گذاری کردین؟ سرمایه خو همی هر چی داشتیم بالای موتر بنده، یعنی فعلا هم پول خرجی مونی واسه موتر داریم. موتر زیاد خیاه. خب مدل سال فکر کنم 2023 آیلکس 0 کیلومتر فول آپشن جی آر میگن. از این آپشن نیمه هم هست. این هم فول آپشن نه که ما خریداری کردیم از دبی. به حساب آپشن بالا 23 از 0 کیلومتر جی آر. چقدر خریداری کردین؟ حدوداً این ماشین به خونه 60 لک افغانی میشه. از این فقط یک دانه است یا یک دوگام است؟ امی فعلا موتور فروشی ما یک دانه است. یک دانه مدل. خب بیرا آوردیم که نگاه کنیم اگر خرید داشته باشه باز دیگه هم میاریم. به خاطر فعلا آوردیم که نگاه کنیم که وضعیت مردم نگاه کنیم، چی رقم مردم نگاه کنیم. چند رنگ داریم؟ بله؟ از یک رنگ هستن؟ از یک رنگ. بیشتر میبودن که فروختمش سفیده. سفید بیشتر خوش میکنن. به خاطر فکر کنم پولدارا زیادتر میگن. اما فرق نمیکنه. به خاطر از این کمی گفتم به شما پیشتر که رنگ دیگه رنگو کاسته به افغانستان خاکه چیه چی نمیکنن. خب میریم داخلش رو میبینیم که به ما داخلش هم یک معرفی داشته باشین. کلیدمون بیاره. درباره از این موتور کم معلومات رو کردیم دیگه میریم کجا میریم. درباره از این کم معلومات رو بدیم. این پشت از این فکر کنم خالی هست. این آیلکس گفتم 2023 0 کیلومتر جی آر میگن. نیمه آپشن نه فول آپشنه. یعنی نوشته جی آر. این جی آر کس یعنی فول آپشن. یعنی خط سرخ میایه و آپشن پیش روی و تمام مشخصات فرق میکنه تا موتور ساده. این دیگه کیلومتر مشخصات تمام تا با ماشینای دیگه فرق میکنه. تو خودتان خواهی مدل جدید سال استفاده نکرد؟ فقط هم میای یک سواری میکنه نگاه کنیم کیفیت چی رقمه. خب باز این موتورای صفر میاریم. باز باید سواری نکنیم چون به نام صفر میفروشیم. باز یک سواری کنیم. خب باز به حساب هم ما با شما خب الحمدلله مسلمان نبگیم هم سواری کنیم با کیلومتر از صفر کنیم. خب با کار خوبی نیره چون موتور صفره.
خب دوستان در اون موتر فروشی موتر خوش کردیم ولی متاسفانه گفتید سومن جان سر قیمت جور نامدیم حالا آمدیم به یک موتر فروشی دیگه یکی ببینیم اینجا میتونیم یک موتر بگیریم یا نه. اول خوش کنیم باید اول انتخاب ما مهم است که خوش ما میآید نمیآید. با موتر فروشی هم سیاه خیلی خوب بود به نظر من ولی متاسفانه باز من سفید خوش کرده بودم خوش ما بود مدلشو. بعد اینجا که بنظر یک موتر خوش کردم سرخ کردم اول از مدل خیلی مقبول سرخ بنظر موتر خیلی خوبه فعلا که ما یاد نداریم اگه قیمتی رو بگیریم به یک جای خدا میزنیم دم اول خدا در توان میکنیم خلاص. همون خاطر حالا فعلا یک موتر ساده ارزانه که بگیریم که یاد بگیریم سرش باز بخیر میشه. خب میرم اما تو همراه مسئول اینجا و برادر ما صحبت می داشته باشیم. خب دوستا در کنار بیادر عزیز ما هستیم. سلام خوب هستین؟ سلام شما خوبین؟ خیلی خوش آمدین صفا آوردین. تشکر زنده باشین. میشه خود معرفی کنین؟ اسمم مرتضی تخلص ظفر موتر فروشی نو تاج محل. سلام خدمت شما تمام بیننده و عزیزانی که اینجا تشریف آوردن. خب میشه خلاصه بگین در این موتر فروشی ما چند مدل موتر هست؟ با موتر فروشی به افغانستان، با تمام موتر فروشی که به افغانستان، به هرات، به قندهار، به کابل موتر فروشی بیشتر موترهای از کمپانی تویوتا وارد میکنن، از جمله کورولای، صرف، آیلکس، لند کروزر. اینا کاملا بیشتر از دبی و امریکا وارد افغانستان میشه خریده نمیشه و بیشتر از اینا مستعمل یعنی استفاده شده بعد اینجا جور میشه به مردم فروخته میشه، یا بیشتر هم که داخل گمرک هرات میه اینا تکر شده یعنی استعمال شده بعد مردم از تمام ولایت دیگه مثل قندهار و کابل و فرا و نیمروز میان از داخل گمرک میگیرن میبرن و بعضی هم که فروخته نمیشه داخل موتر فروشی ها چک میشه آماده میشه بعد مردم استفاده میکنن میگیرن. خب ببین پشت سر یک موتر خیلی مقبول هست، رنگش هم سفید است. ببینیم این یک معلومات درباره بدین. این موتر جیپ مدل 2019 از دبی وارد شده. اینا هم به ساخت یعنی به فرمایش امریکا ساخته میشه موترها و هم به فرمایش بعضی کشورها دیگه. این موتر امریکاییه، مدلش 2019. از یک رنگ دارین یا یک رنگ دارین. اینا به خاطر که این موترها کمتر مشتری داره به افغانستان، به هرات، به هر ولایتی، یعنی کسانی هستن که کمتر از این موترها استفاده میکنن. بیشتر قبلا هم گفتم موترهای مثل از این تویوتا، صرف و فورنر، مثل کورولا و دیگه از اینا بیشتر مردم استفاده میکنن. این جیپ ها کمتر علاقمند داره و کمتر مردم به خاطر از این کمتر وارد میکنن. کدام مدل فروشات زیادتر داره موترهایی که ارزان‌تر، مناسب‌تر به خاطر اقتصاد مردم ما و شما هم میفهمیم اگه کمک ضعیف‌تره. این موترها 2005 کورولا، 2006 اینا مردم بیشتر استفاده میکنن. به تمام ولایات هم این موترها به خاطر که هم دوام اینا بیشتره، هم دیگه تمام چیز اینا یعنی ماشین، گیربکس، کاملا همون معلوماتی که درباره موتر اینا خیلی خوبه برای مردم. خوبتره به خاطر این مردم بیشتر استفاده کنن. هم به لینا مثلا به جای از کابل مثلا به مزار که بار میبرن و مردم میبرن بیشتر از این موتور استفاده میشه و مردم هم بیشتر هم به خانه هم از این موتور ایل ای یا اسکلاس 2005 6 7 قیمت از این موتور قیمت از این موتور $28,000 امریکایی. با افغانی اگه معادل کنین همون تقریبا 23 یا 24 لک همین چیزی شاید کم و بالا باشه. قیمتترین موترتان کدام است؟ قیمتترین موتر انواع مختلف از جمله مثلا این پرازو، هایلکس اینا. قیمت ها موتر است 40,000 تا $50,000 یا همون 40 لک افغانی، 45 لک افغانی که اونا مشتری اینا کمتر و افغانستان همین رقم. مدل سالتان کدام است؟ مدل سال موتر مثلا همین مدل 2019 این 19 و او هم مدل 18 او مدل 19 همین رقم مدل سال. تشکر از اینکه وقت گذاشتین گفتنی داشته باشیم که دوستایی که در خارج هستن. زنده باشیم. تشکر. به خارجن دوستایی که با خارجن از اونا تقاضا میکنیم بیا مملکت ببینن. آرومی شده انشالله که آرامی هست دیگه. بعضی وضعیت به حساب امنیتی ما و شما چیزی که عیان است چی حاجت ببیان. مملکت از نگاه امنیتی آرومه
بیشتر از ما هم قوم خش داریم، شما هم داریم، به خارج همه ما شما داریم. بیشتر اینا اومدن دیدن رفتن، یعنی بیشتر مردم از وقت کرده میه. میبینین که اگر به شام بریم، به روز بریم، به هر وعده که بریم به تمام ولایت، یعنی امنیت شکر خیلی خوبه. دیگه اون شرایط دیگه بعضی مسائل دیگه هست که ما از اونا کار نداریم و در کل برای ما مردم و برای مردم عادی شرایط خیلی خوبه. بیان وطن ببینن، خیلی آرومی شده از چیزایی که به وطن لذت ببرن. وقت میوه هم که شده دیگه بیان دیگه بخیر. کاروبار موتر فروشی چی رقم تکتون؟ والا شکر خوب است. ما شکر داریم دیگه، تا اندازه خوب است. به خاطر این موتر فروشی و کسبایی که پولای عمده بکاره با اقتصاد و وضعیت مردم ربط داره. خب وضعیت اقتصادی زمانی که پایین باشه خوب نباشه، رو به رکود باشه، خب مردم کمتر تمایل بزی داره که بیای موتر وصل کنه، بیای موتر بگیره. یک موتر داره مثلا که شخص او رو میفروشه اگر وضعیت ارزان‌تر میگیره. باز اگر وضعیت اقتصادی خوب باشه، مردم خوب باشن، وضعیت اینا پول باشه و کشور پول جریان داشته باشه، دیگه سرمایه خارجی بیای اینجا او بیشتر مردم میگیره. نه طبیعتا که به نفع ما هم هسته، به نفع همگی هسته. هر کسبی که خوب باشه به نفع تمام مردم افغانستانه. بخاطر اگر ما کسب و کار ما خوب باشه، شما خوب باشه، شما مصرف شما از نگاه اقتصادیه دیگه، مثلا شما بیشتر مصرف میکنه، هر چه انسان عاید داشته باشه مصرف بیشتر میشه، یعنی هر چه کمتر باشه. یک قانون اقتصادیه. تشکر بسیار. زنده باشین. تشکر از شما که بیامدین، خیلی ممنون، لطف کردین. تشکر از تمام بیننده‌های عزیز. آدمو اشخاصی که خارج هم بیاین به وطن، بیاین که وضعیت آرام شده. بخیر باشین. خداوند همگی ما خب دوستان عزیز، برنامه ما اینجا پایان میرسه. برنامه موتر فروشی که داشتیم و کسایی که سخت علاقمند موتر و موتردوانی اینا بودن حتما لذت بردن. پس سابسکرایب و لایک و کامنت چینل هرات پاردیس یادتان نره. خدا حافظ، الله نگهدارتون. سونا جان من خداحافظی خدا داره. خب دوستا، خدا کنه از این برنامه لذت برده باشین. موترم خب ما و سومن جان به نظرم خوش کردیم. یک موتر که میبینین خوش کردیم. خدا کنه ما شما رو دفتر زیاد کنه که این موتر بیایم بگیریم. دو وقت موتردوانی رو یاد میگیریم. خیر است. خب تا برنامه بعدی که ما و سومن جان در خدمتتان قرار میگیریم، خود شما رو به خداوند پاک میسپارم. خداحافظ. بله خدا.